به هزار تا بدبختی دختر رو کشوندی سر قرار و تونستی بالاخره باهاش قرار اول رو بذاری. یه سری نکته ها هست که قرار اول تو رو فوق‌العاده میکنه و باعث میشه قرار دوم، قرار سوم، رابطه عمیق و در نهایت اون چیزی که میخوای اتفاق بیفته. 8 نکته فوق‌العاده بهت میگم که قرار اول تو جادویی میکنه و دختر رو عاشقت میکنه. دوست من سلام، خیلی خوش اومدی به آکادمی یزدان، جایی که درباره کاریزمای مردانه و جذب زنان صحبت میکنم. اگر به این دسته محتواها علاقه‌مندی و میخوای دختر مورد علاقت رو به بهترین شکل کنار خودت داشته باشی، همین الان کانال من رو سابسکرایب کن و محتواهام رو دنبال کن. توی این ویدیو میخوام در مورد این صحبت کنم که چطوری قرار اول خوبی داشته باشیم به عنوان یک پسر، چطوری یک پسر خیلی جذاب، کاریزماتیک، آلفا و خفن به نظر برسیم توی قرار اول و نکاتی که مهمه که رعایت کنیم، اشتباهاتی که اتفاق میفته، نکاتی که بهتره باشه یا نباشه یا هر چیز دیگه ای رو میخوام بهتون بگم. بریم سراغ 8 تکنیک یا 8 نکته‌ای که قراره امروز بهتون بگم. ساعتم یادم رفته برام ببندم و بیام. نکته اول، مثل احمقا نرو سر قرار. بعضی از پسرها واقعا خودشون رو، استایلشون و ظاهرشون رو مثل احمقا میچینن. به عنوان مثال قرار برین یه کافه با هم دیگه بشینین، طرف برمیداره کت و شلوار میپوشه، یا قرار با هم دیگه برین کوهنوردی کنین، لباس ورزشی نمیپوشه، یه چیز دیگه میپوشه. پس نکته اول که خیلی مهمه، متناسب با زمان، مکان، فصل و اون جایی که قرار با هم دیگه برید لباس انتخاب کن. توی فصل تابستون نرو یه کت بپوش که حالا مثلا خیلی خوشگله. تا زمانی که مثل احمقا به نظر میرسی اصلا قرار اول با دختر نذار، چون میری دختر ردت میکنه، اعتماد به نفست داغون میشه. نکته دوم، لمس اولیه از سمت تو اتفاق نیفته، یعنی دراز کردن دست از سمت تو اتفاق نیفته. دست زدن روی رونش و شونش و گرفتن دستش و این صحبت ها برای اولین بار نباید توسط تو اتفاق بیفته، به خصوص توی قرار اول، چون اینجا ایرانه. اگر دختر دستشو دراز کرد بهش دست میدی. اگه دختر خودشو هی به تو چسبوند یا خودش تمایل داشت که به تو دست بزنه و تو رو لمس کنه، اون موقع است که لمس انجام میدی. اما اگر هیچ فرکانسی از این که دختر دوست داره لمسش کنی نگرفتی، به هیچ عنوان لمسش نکن. نکته سوم، حرف جدی و منطقی توی قرار اول ممنوع مطلقه. یعنی فقط و فقط قرار اول به این باید اختصاص داده بشه که شما سرگرم بشین، بهتون خوش بگذره و کنار هم دیگه حالتون خوب باشه. صحبت‌های جدی، صحبت‌های خیلی آینده نگری، صحبت در مورد اکس و گذشته و اینا اصلا مخصوص قرار اول نیست. قرار اول فقط و فقط سعی کن به دختر خوش بگذره. این کاری که بهت میگم رو بکن، حتما نتیجهشو بهم اطلاع بده. نکته چهارم خیلی مهمه، هیجان زدگی و ابراز علاقه توی قرار اول کاملا ممنوعه. به هیچ عنوان هیجان زده نباش. بعضی پسرها وقتی دختر رو توی قرار اول توی کافه میبینن خیلی هیجان زده رفتار میکنن و سعی میکنن هی بخندن، هی دلغک بازی در بیارن یا بهش ابراز علاقه کنن. من یادم اوایل دانشگاه بود، 18 سالم بود، یه دختر خیلی خوشگل، یعنی من ترم 1 بودم، یادم اون دختر مثلا ترم 7 و اینا بود، آخرای تحصیلش بود. رفتم مخشو زدم به هر بدبختی بود کشوندم این سر قرار اول. چون ناآگاه بودم، چون بچه بودم، قرار اول بهش گفتم وای چقدر دوستت دارم، چقدر خوب شد که ما با هم اوکی شدیم. همین ابراز علاقه باعث شد اعتماد به نفسش بچسبه به سقف و احساس کنه من براش کمم و منو ول کرد. قرار اولمون شد قرار آخرمون. پس ابراز علاقه و دوست داشتن و هیجان زده رفتار کردن و ذوق زدگی بیش از حد هم توی قرار اول برای یک پسر جذاب ممنوعه. نکته پنجم خیلی مهمه، راحتی محض داشته باش. بعضی پسرها توی قرار اول خیلی معذبن یا خیلی استرس دارن، خیلی سعی میکنن خودشون رو جمع کنن، از دختر خیلی فاصله میگیرن، یا وقتی میخوان غذا بخورن خیلی راحت نیستن، هی این چنگال اینطوری میکنن. راحتی برای دختر نشون دهنده اعتماد به نفس فوق‌العاده بالای یک پسره. پررو بودن یک پسر برای دخترها جذابه، این رو به قطع دارم میگم. پس راحتی محض داشته باش. توی انتخاب غذا راحت باش، توی غذا خوردن راحت باش، توی قدم زدن راحت باش
من بازم بخوام از تجربیاتم بگم، با یه دختری قرار گذاشتم، انقدر نمیفهمیدم و دانششو نداشتم، هی میرفتم توی جوب، دختره بهم نزدیک میشد، من برای اینکه یه وقت بهش نخورم که ناراحت نشه میرفتم هی از رو جوب راه میرفتم تو سطل زباله، اصلا یه چیز داغونی. پس سعی کن راحت باشی، زبان بدنت باز باشه، راحت صحبت کنی، بگی، بخندی، خندت رو پنهان نکنی، حرفات رو نخوری و هر چیزی که فرکانس استرس و اضطراب به دختر میده رو نداشته باشی. نکته ششم که اون هم خیلی مهمه، مدیریت شوخ طبعی هستش. شوخ طبعی توی قرار اول خوبه، اما نه به حدی که به یک دلغک تو رو تبدیل کنه، و جدی بودن هم توی قرار اول خوبه، اما نه به حدی که تو رو به یک آدم خشک تبدیل کنه. پس سعی کن یک تعادلی بین طنز و جدی بودن ایجاد کنی که دختر همه حالات تو رو ببینه توی قرار اول، که هم میتونی آدم شوخی باشی، بگی بخندی، هم میتونی آدم جدی باشی که مدیریت کنی یک رابطه رو و به بلوغ کافی رسیده باشی. نکته هفتم اینه که بیشتر دختر صحبت کنه. آدم‌ها وقتی جزئیات زندگیشون رو به یه نفر میگن، به اون آدمه وابسته میشن و براشون خیلی خیلی بهتره و بیشتر به تو علاقه‌مند میشن. پس برای اینکه علاقه یک دختر رو جذب کنی، کمتر از خودت بگو و سعی کن بیشتر از دختر سوال کنی تا در مورد خودش برای تو صحبت کنه. اینطوری میتونی علاقه دختر رو به سمت خودت بیشتر کنی. و نکته هشتم و آخری که میخوام بهت بگم اینه که به صورت خیلی حرفه‌ای قرار رو تمومش کن. یعنی اینکه در هنگام جدا شدن، در لحظات پایانی قرار که دیگه میخواین از هم جدا بشین، خیلی مهمه که حرفه‌ای تمومش کنی قرار رو. حتما از اون قراری که داشتی ابراز رضایت کن، حتما در مورد اینکه قرارهای بعدی بهتر خواهد بود صحبت کن و بعد از دختر خداحافظی کن که اینطوری هم رضایت رو رسونده باشی بهش، هم یه جورایی یه کاری کنی که قرار بعدی رو هم توی ذهنش برنامه ریزی کنه و نخواد بره برای همیشه و باهات خداحافظی کنه. پس حرفه‌ای تموم کردن هم خیلی مهمه که توی دیسکریپشن هم من یه سری نکات برای حرفه‌ای تر تموم کردن یک قرار رو برات می‌نویسم. اینها بود مجموعه کلی یک قرار اول خوب برای یک پسر. من توی کانالم در مورد پسرها صحبت میکنم و اینکه چطوری یک دختر رو به بهترین شکل به خودشون جذب کنن. پس برای اینکه ویدیوهای من رو دنبال کنی، دکمه سابسکرایب رو بزن و اون زنگوله کنارش رو روشن کن تا اولین نفر از ویدیوهای من مطلع باشی. مرسی از اینکه ویدیو رو لایک میکنی و نظرتو برام مینویسی، چون این کارت کمک خیلی زیادی بهم میکنه. توی ویدیوهای بعدی میبینمت.